سلام به همگی شما عزیزان، روز یک شنبهتون بخیر. خیلی خوشحالیم که این بار دیگه این فرصت رو داریم و میتونیم با هم جمع بشیم و خداوند رو بپرستیم. اگر میتونیم به حضور خداوند سر پا بایستیم و با یک دعا جلسه‌مون رو آغاز کنیم. خداوندم شکرت می‌کنیم برای یک فرصت دیگه که خداوندم تو به تک ما دادی که امروز جمع بشیم. خداوندم و به حضور تو بریم. خداوندم امروز میخوام به قدس‌های تو داخل بشیم. خداوندم امروز رو به دستان تو میسپارم. تو خداوندم قلب ما رو، فکر ما رو، افکار ما رو خداوندم از هر چیز دیگه‌ای که هست امروز خداوندم خالی کن و آماده پر شدن از حضور تو باشیم. خداوندم امروز رو به دستان خودت بگیریم. خداوندم با سرود اول خداوند رو بپرستیم و بگیم حمد و جلال بر توی پادشاه و با این سرود به حضور خداوند بریم.
تو
روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. منم سلام میکنم به همه شما، چه عزیزانی که در کلیسا هستید و چه عزیزانی که در لایو اینستاگرام کلیسای مرسین با ما هستید. پس خدا رو شکر برای این پرستش ها، خدا رو شکر میکنیم و امروز دعای من اینه که خداوند از طریق این پیغام با ما صحبت کنه و اون نیاز روح ما رو، نیاز قلب ما رو امروز از طریق کلامش به ما بده. پس با دعا به حضور خداوند میریم و پیغامی که در قلبم هست رو با شما به اشتراک میذارم. پدر عزیز، پدر دوست داشتنی ما، با شکرگزاری و هم خداوندا به حضور تو میاییم و اعلام میکنیم که تو نیکو هستی خداوندا. امروزمون رو به دستان تو میسپاریم خداوندا. هر فکر، استرس، دلهره، نگرانی که داریم خداوندا، الان در این دقیقه خداوندا، در این ساعت پای صلیب تو میذاریم خداوندا و از تو میطلبیم به نام عیسی مسیح که خداوندا از طریق این پیغام با ما صحبت کنی و نیاز روح ما رو به ما بدی. به نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین. خب خدا رو شکر. من فکر می‌کنم با اسم پیغام میدونید که چه چیزی موعظه خواهد شد. اسم پیغامم این بود که اگر با خدا باشید. جالبه اگر با خدا باشید. مگه مردم با خدا نیستن؟ چرا همه مردم با خدا هستن ولی با خدا نیستن؟ میخوام امروز این رو با شما به اشتراک بذارم. فرق با خدا بودن و با خدا بودن رو با شما میخوام به اشتراک بذارم. امیدوارم که براتون جالب باشه. من بدون معطلی سراغ کلام خداوند میخوام برم، سراغ کتاب مزمور باب 23 آیه 4. باب 23 در میان تمام مسیحیان، چه فارس زبان چه اکثر دنیا، باب معروفی هست. همه شما میدونید با چی شروع میشه؟ با خداوند شبان من است. پس با اون قسمتش کار ندارم. آیه 4 رو میخوام با شما به اشتراک بذارم که مزمور نویس میگه حتی اگر از تاریک‌ترین وادی مرگ نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی، عصا و چوب دستی تو قوت قلب میبخشد. داوود اینجا داره میگه تو با منی، حتی اگر من از سایه موت گذر کنم، حتی اگر در تمام سختی ها باشم، له و لورده دارم میشم. داوود اینو میگه اگر هر چیزی باشه، ایمانم اینه که تو با منی خدایا، از هیچ چیزی نمیترسم. وادی مرگ یعنی عبور از ترس مردن عزیزان. وادی مرگ عبور از ترس مردن هست. خیلی از مردن میترسن ولی برای ما ایمانداران مردن تازه آغاز کاره. ایمان ما اینه وقتی که ما در جسم میمیریم به نزد خداوندمون میریم و با او تا به ابد زندگی خواهیم کرد. ولی اگر ما با خدا باشیم، حالا هرچقدر جلوتر بریم با خدا بودن رو متوجه میشیم که چی هست. چرا داوود اینو میگه؟ وادی سایه مرگ. داوود حقیقت رو چشیده بود عزیزان. داوود میدونست پیروزی هست، شکست هست، تلخی هست، سختی هست، بیماری هست و در نهایت مردن هست. داوود نمیگه اگر از وادی، میگه حتی از وادی مرگ بگذرم. میدونست. برای اون چیزی نبودش که ندونه. داوود میدونست که تو فقط پیروزی و شادی نیست، جنگ ها و بیماری هست، دشمنی هست، جنگ های خطرناک هست. میدونست اینو ولی چون ایمان داشت وقتی که بمیره با خدا خواهد بود، ترسی نداشت. امروز ما ایمانمون به چه صورته؟ ما به چه چیزی فکر میکنیم؟ من همیشه میگم شب که میخوام بخوابم به خداوند میگم خداوند این جان من تسلیم توه. این یکی از دعاهای همیشگی منه. شب میگم جان من تسلیم توه، صبح میگم مرسی که خداوند امروز رو هم به من بخشیدی. پس ما باید اینطوری زندگی کنیم. حتی اگر شب بخوابیم اتفاقی بیفته دیگه صبح تازه رو نبینیم، اینو باید بدونیم که ما بدون ترس و استرس میخوابیم و به خداوند میگیم که جانمون تسلیم توه. داوود ایمان داشت. در استارت این آیه میگه چی؟ خداوند شبان من است. داوود به حرفی که میزد اعتماد داشت. اگر با خدا باشیم. خیلی ها هستن با خدا هستن و این آیه رو قبول ندارن. خداوند شبان من است. به زبان میگن ولی به قلب ایمان ندارن عزیزان. پس فرق داره بین اگر ما با خدا باشیم و اگر با خدا باشیم. داوود اینجا میدونست و برای اون مرد یه تهدید وحشتناک حساب
نمیشد. داوود میدونست و به حضور خدا اعتماد کامل رو داشت و حضور خدا از او جدا نمیشد. داوود با این اطمینان صحبت میکرد. با خدا بود و حضور خدا با اون بود و هیچ ترسی نداشت. بزرگترین جایی که ما میتونیم ببینیم که داوود هیچ ترسی نداشت چون با خدا بود، کجا بود؟ یادتون هست؟ بزرگترین مبارزه با جولیات. حالا به اونجا رسیدگی میکنیم. بزرگترین جایی که داوود میدونست، مطمئن بود که خدا باهاشه، به این رسیدگی میکنیم. درباره این آیه هم میخوام صحبت کنم. ولی توی عهد جدید هم ما میبینیم که پولس رسول رو میبینیم که با خدا بود. پولس رسول هم با خدا بود، با خدا راه میرفت. پولس رسول هم با خدا بود و با خدا راه میرفت و هیچ ترسی نداشت. پولس رسول چون با خدا بود و با خدا راه میرفت عزیزان، اعتماد کامل به خدا داشت. به خدا میگه که من ضعف‌های بسیاری دارم و خدا میگه در ضعف‌های تویی که من قوت پیدا میکنم. امروز همه ما این مشکل رو شاید داشته باشیم، ضعف داشته باشیم. خداوند میخواد که ما رو قوت بده. اگر ما با خدا باشیم عزیزان، اگر ما با خدا باشیم، خداوند در ضعف‌های ما جلال پیدا میکنه. ولی اگر با خدا نباشیم، اون ضعف‌ها در ما خواهد موند و ما زندگی روزمره دنیوی خودمون رو انجام میدیم. پس اعتماد پولس اینجا خیلی مهمه. اعتمادی که به خدایی داشت که همه چیز رو آفریده. امروز من و شما هم اعتمادمون بر این خداییه که همه چیز رو آفریده و هیچ چیز از دستان اون خارج نیست. امروز اون خدایی که ما در موردش صحبت میکنیم میتونه ما رو و زندگی ما رو تبدیل کنه. فقط کافیه که ما قلبمون رو به اون بدیم و با اون را بریم، طبق فرایض اون حرکت کنیم و اون رو اولویت زندگی خودمون میبینیم. بعد میبینیم که درهای آسمان، درهای برکت آسمان برای ما باز میشه و از برکت ما دیگران هم برکت پیدا میکنن. پس نیاز این کار چیه؟ اعتماده. پولس رسول اعتماد کرد در عهد جدید. داوود رو در عهد عتیق میتونیم ببینیم که الان سوال کردم و جوابشو دادیم. در جنگ جولیات و داوود اطمینان کامل رو داشت که پیروز میشه. چرا؟ در کلام خداوند میگه در اول سموئیل باب 17 آیه 45 میگه ای فلسطینی، تو با شمشیر و نیزه به من میایی، اما من به نام خداوند لشکرها بر تو میایم. داوود میگه من به نام خداوند لشکرها با تو میام. عزیزان امروز اگه با هر چیزی به سمت شما میان، با گرفتاری هایی که براتون درست کردن و اون گرفتاری ها باعث شده که شما استرس بیاد سراغتون، استرس باعث شده مریضی های مختلف بگیرید، اینو بدونید که زور اونها به شما نخواهد رسید اگر با خدا باشید. امروز خداونده که اینجا صحبت میکنه، نه کشورهای دیگه، نه قدرت‌های دیگه. خداونده که تصمیم میگیره. فقط خداوند از ما یک دل و فکر و وجود مطیع میخواد که مطیع اون باشیم. اینو مطمئن باشید. اگر در سختی ها هستید، دارید میرید، لنگان و خرامان دارید میرید، اینو مطمئن باشید روزی خداوند میسته و اونجا شما رو بلند میکنه و چشمان همه در بهت و حیرت خواهد ماند. پس اینو بدونیم. داوود نترسید. داوود تو اون شلوغیات، تو اون هیاهو، یکی میگه با تو بچه ای، اون یکی میگفت تو اصلا تو به خاطر از خود راضی بودن تو اومدی گله خدا رو ول کردی، گله مردم رو ول کردی، اومدی اینجا میخوای بری بجنگی، میخوای چی رو نشون میدی؟ میخوای بزرگ نمایی کنی، میخوای بگی منم هستم. این همه هیاهو بود. ولی داوود یک چیز رو میدونست، چون با خدا بود. اگر فیلم داوود رو نگاه کرده باشید که بارها براتون صحبت کردم، داوود در زمانی که پدرش اون رو ترک میکنه میگه من میدونم یک چیز رو، خداوند منو برای این کار نخواسته، برای یک چیزی خواسته که خیلی بهتر از اینه. پس امروز ما اینو باید بدونیم، خداوند ما رو برای چی صدا کرده. پول و ثروت و دارایی و هر چیزی که برباد رفته، اگر ما به خدا اعتماد داشته باشیم، طبق کتاب یوئیل نبی باب 2 میگه تمام سالهای ملخ خورده شما رو به شما برمیگرده. پس امروز عزیزان اگر در مشکلات و سختی هستید، صدای خدا رو بشنوید.
خدا میگه سالهای ملخ خورده شما رو برمیگردونه، جوانی ما رو به ما برمیگردونه خدا. پس من از کی بترسم؟ خدا با منه و با شما هست. آمین؟ آمین. پس داوود به اون فلسطینی میگه تو با شمشیر اومدی، من به نام خداوند لشکرها میام. وقتی خدا با داوود هست، داوود ترسی نداره. وقتی خدا با ما هست، ما ترسی نداریم، حرکت میکنیم و تو دل مشکلات و سختی ها میریم. مشکلات میتونه مالی باشه، میتونه بیماری باشه، میتونه خیلی چیزهای دیگه، میتونه اینجوری باشه که مردم شما رو ترک کردن. یه روزی شاید همه از سفره شما میخوردن، ولی امروز همه اونها شما رو ترک کردن. ولی اینو بدونید خداوند همه اونها رو برمیگردونه. پس وقتی ما با خدا باشیم، یا اسم پیغامم این بود که اگر با خدا باشی، یک، ترس جایش رو به آرامش میده. ترس جایش رو به آرامش میده. دو، ضعف جایش رو به پیروزی میده. ضعف جایش رو به قوت میده. معذرت میخوام. ضعف جایش رو به قوت میده. سه، شکست جایش رو به پیروزی میده. اگر ایمان داشته باشی، اگر با خدا باشی، پس خدا با منه و من ایستادم. وقتی خدا با ما هست، ما می ایستیم. داوود از همه چیز، همه کسایی که دورش بودن ترسیده بودن. داوود ولی در دلش کوچکترین ترس رو نداشت. گفتم به نام خداوند لشکرها میام. یوسف رو نگاه کنیم تو کتاب مقدس، برادراش چه بلایی سرش میارن، چه گرفتاری توی خانواده. برادر به برادر رحم نمیکنه. ما میبینیم این توی عهد عتیقه، الان هم همینو ما داریم. برادر به برادر رحم نمیکنه، خواهر به برادر رحم نمیکنه و میخوان همدیگر رو بدرن. ولی یک چیز رو باید بدونیم که خداوند لشکرها با ماست. آمین. اگر برادر به جون برادر بیفته، خداوند لشکرها با ماست. پس ترسی نداریم. یوسف نترسید با وجود ظلم و زندان. برادراش باعث شدن که بره زندان. امروز در زندگی خیلی ها هست عزیزان. برادر رو میکنه تو زندان، برادر حق برادر رو میخوره. ولی اینو بدونیم که وقتی دستان تو در دستان خدا باشه، که همون اگر با خدا باشی، خداوند شما رو بلند خواهد کرد. زندان و ظلم پایان خواهد یافت و در نهایت شما برکت خواهید گرفت و شما بلند خواهید شد. دشمنان شما پست خواهند شد. ولی اگر با خدا باشیم، فراموش نکنید عزیزان، اگر با خدا باشیم. تو کلام خدا توی کتاب تثنیه باب 28 آیه 1 میخونم براتون. میگه اگر صدای یهوه خدای خویش را به دقت بشنوید و بهوش باشید تا تمامی فرمانهایی را که من امروز به شما امر می‌فرمایم به جا آورید، آنگاه یهوه خدایتان شما را بر همه قوم‌های جهان برتری خواهد بخشید. آری اگر صدای یهوه خدای خود را بشنوید، تمامی این برکات شامل حال شما خواهد، تمامی این برکات بر شما خواهد آمد و از شما پیشی خواهد گرفت. عزیزان اینو کلام خدا داره میگه اگر فرایض خدا رو انجام بدی، اگر خدا میگه بایست من با تو هستم، اگر خداوند میگه محبت کن، اگر خداوند میگه وایستا، اگر خداوند میگه اینجا که هستی جا درست نیست باید عوض کنی، اگر بایستی، اگر صدای خداوند رو بشنوی، خداوند تو رو برکت خواهد داد. از جایی که نکاشتی درو خواهی کرد. اینو مطمئن باشید. من تو این 12 سال اینو با پوست و خون و استخونم تجربه کردم عزیزان. خداونده که ما رو برکت میده. ما از دست انسان برکت دریافت نمی کنیم. خداوند سر راه ما میذاره. حتی خداوند قادره که از سنگ ها کمک کنه به ما. سنگ هایی که جلو پای ما هست، قادر از اونا ما رو برکت بده. شاید بگی من ایماندارم، من خدا رو میشناسم، ولی خداوند میتونه از طریق یک شخص غیر ایماندار، از طریق کسی که هنوز خدا رو نشناخته تو رو برکت بده. اگر با خدا باشی، اگر با خدا باشی، نه با خدایی که
تو دین‌های دیگه میگن، با خدای حقیقی، با عیسی مسیح باشی و اونو پذیرفته باشی، اون تو رو برکت خواهد داد. فرایض خدا رو عزیزان جدی بگیریم. اینا صحبت‌های خداست. خدا حرفش مثل من و شما عوض نمیشه. خدا وقتی میگه برکتت میدم، باید مطمئن باشی که خدا تو رو برکت میده. خدا وقتی میگه من با تو هستم، از هیچ چیزی نترس، مطمئن باش که خداوند با توه و نمیذاره خاری تو پات بره. خدا اگه میگه در سختی و بیماری هستی شکرگزار باش، مطمئن باش که بعدش میخواد تو رو برکت بده. خدا اگه الان شرایط تو رو میبینه، اگر رو تخت بیمارستان هستی، اگر نمیتونی راه بری، اگر مشکلات از هر طرف به تو داره فشار میاره، اینو بدون دوست عزیز که خداوند با توه و دست تو رو رها نخواهد کرد. شاید الان بگی چطوری برادر بهتی؟ مگه میشه؟ بله میشه. من تجربه کردم با همسرم و خیلی کسای دیگه هم شنیدم، شاهد بودم، خیلی کسای دیگه هم تجربه کردن. ولی شرطش اینه که اگر با خدا باشی. تثنیه میگه اگر فرایض خدا رو بشنوی. توی تثنیه باب 28 رو توصیه میکنم بخونید. اول داره برکات اطاعت از خدا رو میگه، بعد داره لعنت هایی که از اطاعت نکردن کلام خدا هستم صحبت میکنه. من 1 ساله دارم تحقیق میکنم فقط روی تثنیه باب 28 و کلمه لعنت که دیروزم توی روز و دعای 12 ساعته‌ای که داشتیم برای ایران اعلام کردم، در مورد لعنت صحبت کردم و 1 سال هست واقعا دارم فقط این کلمه کوچیکی که از دیدگاه ما خیلی ساده است ولی از دیدگاه کتاب مقدس خیلی سخته وقتی درگیرش بشید. پس توصیه میکنم بخونید فرایض خداوند رو، ببینید چی هست. توی تثنیه باب 28 توضیح میده که فرایض خدا چیه و بعدش هم میگه اگر فرایض خدا رو گوش ندی چه اتفاقی برات میفته. پس دوست عزیز من که امروز این کلام رو میشنوی، این کلام امروز مال توئه. این کلام رو جدی بگیر. این کلام امروز به من و تو داده شده که بتونیم زندگی هامون رو تغییر بدیم. این کلام امروز به من و تو داده شده که بتونیم به دیگران کمک کنیم، بتونیم دیگران رو از این مشکلاتی که دارن در بیاریم و بهشون کمک کنیم واقعا. پس بیایید با همدیگه یک قسمت دیگر از کلام خدا رو نگاه کنیم و بعدش یه نتیجه گیری کنیم، ببینیم که چه خواهد شد در این شرایط فعلی که ما هستیم. توی کتاب اشعیا نبی باب 58 آیه 11 و 12 میگه اگر تمامی هم خود را وقف گرسنگان کنی و جان ستمدیدگان را سیر سازی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید و شب تو همچون نیمروز روشن خواهد بود. خداوند پیوسته تو را هدایت خواهد کرد و جان تو را در بیابان سوزناک سیر خواهد نمود. به استخوان‌هایت قوت خواهد بخشید و تو چون باغی خواهی بود سیراب و چشمه‌ای که آبش کم نشود. قوم تو ویرانه‌های کهن را بنا خواهند کرد و بناهایی ببخشید معذرت میخوام و بنیان‌های ایام صرف را برپا خواهند کرد و تو را بنا کننده دیوارهای شکسته خواهد خواند و مرمتگر کوچه ها به جهت سکونت. عزیزان اینا زمانی اتفاق میفته که تو با خدا باشی. میگه قوم تو فقط تو رو نمیگه، میگه قوم تو ویرانه ها رو آباد میکنه. امروز شاید نگاه کنیم به کشور خودمون ایران، ویرانه شده، خوش شده، بیابان شده، پر از خشکی و خوشسالیه، پر از لعنته. میگه امروز قوم تو اون ویرانه ها رو بنا خواهد کرد. امروز من و شما که قوم خدا هستیم ایران رو، افغانستان رو آباد خواهیم کرد. پس دوستان دقت کنید، کلام خدا رو جدی بگیرید. کلام خدا داره میگه قوم تو و میگه بنیانهایی رو بنا خواهید کرد، برپا خواهید کرد و دیوارهای شکسته رو درست خواهیم کرد. پس ببینیم کلام خدا بی خود نیست، بی جهت نوشته نشده. درسته که اینجا در عهد عتیق هست ولی با شرایط امروز ایران ما، با شرایط امروز زندگی ما، با شرایط امروز مملکت ما سازگاری داره.
چون کلام خداست، زنده است. آمین. کلام خداست و زنده است. مال گذشته، حال و آینده ماست. این کلام خداست. خصوصیات کلام خدا اینه عزیزان، که از گذشته و حال و آینده ما صحبت میکنه و ما را راهنمایی میکنه اگر ما با خدا باشیم. پس دقت کنیم که امروز ما خونده شدیم برای مرمت کردن، برای اینکه کوچه های رو، ویرانه ها رو، شکسته ها رو مرمت کنیم. به جهت چی؟ به جهت سکونت. اگر با خدا باشیم، اگر ما از فرامین خداوند پیروی کنیم عزیزان، این اتفاق برای ما خواهد افتاد و خداوند برای ما خواهد جنگید. آمین؟ آمین. توی این اشعیا که خوندیم که گفت اگر هم موقعتان سیر کردن گشنگان باشه و کمک به دیگران باشه عزیزان، روزه‌داری از نظر روحانی و جسمانی فقط برای شخصی که روزه داره مفیده. روزه شما کسی دیگر رو براش مفید نیست. روزه شما برای جسم شماست که مفیده، برای شخص شماست که مفیده. ما امروز روزه میگیریم برای کشور عزیزمون ایران، مفید هست، اون هم مفیده، ولی بیشترین نفع رو اون کسی که روزه میگیره میبره، چون وقتی در روزه هست خداوند داره باهاش صحبت میکنه، خداوند بهش آیات و معجزات میده و با اون صحبت میکنه، از آینده میگه. وقتی در روزه هستیم، دیروز که 12 ساعت در روزه دعا بودیم، خداوند پیغام در مورد آینده داد. اگر همینطوری ما بشینیم شاید صدای خدا رو نشنویم، ولی وقتی روزه میگیریم خداوند با ما صحبت میکنه و وقتی که در روزه هستیم خداوند بیشتر داره با ما، یعنی ما صدای خدا رو بیشتر میشنویم، نه که در روز معمولی نمیشنویم، چون در روز معمولی درگیر کارهای دیگه هستیم شاید کمتر بشنویم، ولی وقتی روزه هستیم و فوکوسمون به اینه که از خدا بشنویم اونجا خیلی واضح‌تر میشنویم. پس اینو به یاد داشته باشیم که محبت و نیکوکاری و عدالت و سخاوتمندی نسبت به دیگران در همینه که اشعیا نبی گفت. اگر هم موقعتون سیر کردن گرسنگان باشه، اگر هم موقعتون کمک به انسان‌ها باشه، این محبت و نیکوکاری و عدالت و سخاوتمندی رو به وجود میاره. خوشنود کردن خدا فقط این نیست که از خوراک‌های حرام جلوگیری کنیم یا از اعمالی که نباید انجام بدیم جلوگیری کنیم. خوشنود کردن خدا اینه که ما وقتی که فرزندان خدا رو خدمت میکنیم، وقتی کمک میکنیم و اونجا هست که خدا خوشنوده از ما. فقط این نیست که میگم اعمال مذهب رو انجام بدیم، اعمالی که تو مذهب هست، این کارو نکن اون کارو نکن. خدا این رو از ما نخواسته. خدا از ما خواسته مثل خودش حرکت کنیم، مثل خودش راه بریم و مثل خودش با مردم برخورد کنیم و هم موقع ما این باشه که به مردم کمک کنیم. حالا شاید از این حرف اشتباه برداشته، از این کمک فقط کمک مالی نیست. کمک به دیگران کمک خیلی چیزهای دیگه هست. یه وقت اشتباه برداشت نکنید بعدم بگید که فلانی من اینجوری کردم فلانی کمکم نکرد، این با خدا نیست. نه، این نیست. این طریق ایمان نیست، این طریق خوشنود کردن خدا نیست. خداوند میخواد که ما تو همه جا به اون کمک، خداوند میخواد که ما تو همه جا، تو همه قسمت‌های زندگیمون باعث جلال ناممون بشیم. آمین. پس اگر با خدا باشیم چه اتفاقی میفته؟ ترس جاشو به چی میده؟ بگیم ببینم کجا کی حواسش بود به موعظه. ترس جاشو به شجاعت میده، آرامش میده. خب بعدیش تقلب نکنید. قوت میده. بله. شکستم پیروز. بله. پس اگر با خدا باشیم دوستان دقت کنید، اگر با خدا هستیم اینا جاهاشون عوض میشه. شاید بریم توی سختی، به قول داوود میگه حتی اگر از وادی موت گذر کنم تو با من هستی. آمین. عصا و چوب دستی تو مرا هادی هست. میریم عزیزان در مسیر سایه موت، میریم
به بدترین شکل شاید بریم، ولی باید این رو ایمان داشته باشیم. خداوند شبان من است. بخونیم یکی بلند مزمور 23 رو بخونه و با این مزمور پیغاممون رو به پایان برسونیم. با صدای بلند و رسا و شمرده بخونه. مزمور 23 از آیه 1 بخونیم. بخونیم عزیزان، تعارف نکنید. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاه‌های سرسبز مرا می‌خواند، نزد آب‌های آرام بخش رهبریم می‌کند. جان مرا تازه می‌سازد و به خاطر نام خیش به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید. حتی اگر از تاریک‌ترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی. عصا و چوب دستی تو قوت قلبم می‌بخشد. آمین آمین. مرسی. چرا؟ میگه چون تو با من هستی. اگر ما با خدا باشیم اون هم با ما هست. امیدوارم که از این پیغام برکت گرفته باشید عزیزان. شما رو به دستان امن خداوند میسپارم. مرسی که در اینستاگرام کلیسای مرسی و در کلیسا با ما همراه بودید. در دستان امن خداوند باشید. آمین.